سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال چارت فلو. توی این ویدیو من قصد دارم براتون یکی از ستاپ های معاملاتی روی جفت ارز پوند دلار رو توضیح بدم و هدف این کانال نشون دادن قدرت استراتژی لیکویدیتی سویپ هست و ستاپ های معاملاتی که من اکثرا براتون قصد دارم به اشتراک بذارم بر اساس همین مفهوم هستش. خب قبل از هر کاری ما باید بتونیم یه آنالیز کلی از روند بازار داشته باشیم و استراکچرهای قبلی بازار رو بتونیم اصطلاحاً مپ بکنیم. خب این ترید، این ستاپ معاملاتی توی تایم فریم 5 دقیقه اتفاق افتاده و برای همین استراکچر بازار رو هم بر اساس همین تایم فریم آنالیز میکنیم. خب اگه یه خورده به قبلتر رو بررسی بکنیم میبینیم اینجا خیلی ساده بازار یه در واقع بریک آف استراکچر اینجا تشکیل داده و بعد هم یه پول بک داشته و یه بریک آف استراکچر دیگه هم اینجا تونسته تشکیل بده. بنابراین من این بریک آف استراکچر 5 دقیقه‌ای رو اینجا کشیدم و در مرحله بعدی پول بکی که داشته همونطور که میبینید هیچ موقع نتونسته زیر آخرین نقطه‌ای که اینجا داشته کلوز بده. بنابراین این بریک آف استراکچر فاقد اعتباره. من صرفا اینجا کشیدم که بهتون نمایش بدم که این در واقع درست نیست و باید پاک بشه. بنابراین ما چیزی که الان داریم یک بازار نزولی رو داریم مشاهده میکنیم که اینجا یه بریک آف استراکچر داشتیم و الان پول بک زدیم ولی نتونستیم همچنان کلوز بدیم. بنابراین همچنان توی فاز پول بک هستیم و میخوایم در واقع بریک آف استراکچر بعدی رو شکار بکنیم. هدف ما کلا اینه که بتونیم بازار رو یه مپینگ کلی داشته باشیم و اون سمتی که فکر میکنیم بازار در حال حرکت هست رو بتونیم حرکت هایی به اون سمت رو شکار بکنیم. خب بنابراین میبینیم که اینجا یک محدوده تریدینگ رنج داشتیم و خیلی محتمله که بازار بخواد به این ناحیه پول بک عمیق‌تری بزنه و بعدش بخواد حالا یا بریک استراکچر بعدی رو انجام بده یا اینکه اصلا تغییر روند بده. خب ما هم دقیقاً منتظر همین بودیم. تقریباً ساعت 8:30 لندن بود که من پشت چارت بودم و چیزی که مشاهده کردم اینجا خیلی برام جالب بود به خاطر اینکه این پول بک عمیق رو من تشخیص دادم. خب الان اومد بازار این های در واقع اینترنال رو تشکیل داد. چرا میگم اینترنال؟ به خاطر اینکه در واقع اینجا یه پول بک اینترنال داشتیم اومدیم بالا، دو مرتبه یه پول بک اینترنال دیگه داشتیم اومدیم بالا و بعد از این های اینترنال میبینیم که بازار یه دونه روند نزولی رو میخواسته شروع بکنه، منتها موفق نبوده و برگشته. دقیقا من منتظر همین کانسپتم و کاری که اینجا من انجام میدم معمولا بلا فاصله وقتی که میبینم اینجا یه بریک آف استراکچر اینترنال داشتیم سریع میام در واقع اینجا در واقع یه خطی رو به عنوان ناحیه لیکویدیتی مشخص میکنم و منتظر میمونم که بازار بیاد در واقع اوردرهای این پشت رو در واقع لیکوید بکنه و اونایی که در واقع وارد بازار شدن به واسطه این بریک آف استراکچر اینترنال لیکوید بشن. خب در قدم بعدی خب مشاهده میکنیم که بازار 3 تا کندل صعودی زده و کندل ها تقریبا تو نیمه بالایی خودشون بسته شدن و یه مقدار وارد شدن توی این بازار برای گرفتن این لگ بعدی نزولی شاید الان ریسک بالایی داشته باشه و من ترجیح میدم صبر بکنم که بازار یکم از این قدرت صعودیش کاسته بشه. خب ملاحظه میکنیم که اینجا در واقع 2 مرتبه یه تلاش دیگه داشته. بنابراین الان من منتظر ورود بعدی میمونم، منتظر در واقع تشکیل ستاپ معاملاتی میشم.
خب استراتژی ما به این صورت هستش که منتظر میمونیم این سقف لیکوید بشه و همچنین این روند اینترنالی که تشکیل داده، روند پرقدرت اینترنالی که تشکیل داده یکم ضعیفتر بشه و بعد از اون اوردر سلمون رو میکنیم زیر کندل 5 دقیقه‌ای که کامل تشکیل شده و بازار کلوز داده. خب منتظر میمونیم بازار بیاد سل استاپ ما رو فعال بکنه که ما معمولا 1 پوینت یا 2 پوینت زیر این کندلمون در واقع میکاریم و میبینید که بازار نتونسته فعلا سل استاپ ما رو فعال بکنه. بنابراین منتظر میمونیم به محض اینکه بازار میاد سقف این کندل رو بریک میکنه، ما سل استاپمون رو کنسل میکنیم و منتظر میشیم که کندل 5 دقیقه بعدی تشکیل بشه. خب اینجا دو مرتبه ما سل استاپمون رو میکاریم و میبینید که این بار تونست بازار سل استاپ ما رو فعال بکنه. خب من بذارید این اوردر رو در واقع به این صورت نمایش بدم که بتونیم تا انتها دنبالش بکنیم. خب اینجا ما الان وارد معامله سل شدیم. میبینید بازار چقدر اینجا اذیت کرده و تشکیل یک تریدینگ رنج داده. هدف این ترید، این ستاپ معاملاتی بستگی به روند بازار داره. معمولا توی تایم فریم 5 دقیقه‌ای من خودم دنبال ریسک به ریواردهای 2 یا نهایت 2.5 هستم که الان در واقع میبینیم که بازار تونسته ریسک به ریوارد ما رو اینجا در واقع به همون بده. حتی 2.5 رو هم اینجا بیشتر تونسته برسه. جدای از این مطلب میبینیم که اینجا بازار دارای نقدینگی زیاد هست، تونسته اینجا یک اینترنال بالاتر رو تشکیل بده و بنابراین زیر این کندل هم میتونه تارگت مناسبی باشه. مثلا تا این نواحی میتونه تارگت مناسبی باشه برای اینکه از معامله سلمون خارج بشیم. بنابراین این ستاپ معاملاتی هم اینجا به تارگت میرسه. امیدوارم که براتون مفید باشه. کانال رو حتما لایک بکنید و سابسکرایب کنید و به اشتراک بذارید لطفاً تا بتونیم در کنار هم این چنل رو رشد بدیم و بتونیم ستاپ های معاملاتی بیشتر رو با این روش به شما معرفی بکنیم و از ترید لذت ببریم. موفق و پرسود باشید.